من زبانم فارسیه، من چیکار کنم؟ از اینا باید کلا پرهیز کنید. 66% لغت‌های فارسی عربیه. از اینا باید پرهیز کنیم. 66% کلماتی که ما به کار میبریم کلمات زبان ریشه در عربی داره. بله عربیه. تیتر خوبیه. 66% زبان فارسی عربیه. بله ریشه در زبان عربیه. کار خرابه دیگه. صبر کن نشانت میدم. چند دونه رو نمونه براتون میگم. آثار، آخر، آدم، ابتدا، ابتکار، ابراز، ابها، اتخاذ، اتصال، انتقال، اتهام، اثبات، اثر، اجازه، اجاره، اجبار، اجتماع، اجرا، اجسام، احترام، احتمال، احتجاج، احتیاج، احتیاط، احساس، حوال، اخبار، اختصاص، اختلاف، اختلال، اختیار، خلاص، آخر، ادامه، اذیت، ارائه، ارباب، ارتباط، ارتقاء، ارسال، ارشد، ارقام، ازدواج، اساس، اساسنامه، اسباب، استحکام. دی رقم نمیشه، صبر کنید که من رقمی نشانتان دادم. نه اینی کلش لغات عربی است. شما گرفتین میبینی؟ خوب ببین، 66% لغات عربی را گرفتین در فارسی اضافه کردین. باز میگین که او چه قضیات از باش تو باش. اینجا بریک بگیریم کجا استاد میشه. خب شریف شریک شدت کجا برتون بریک بگیریم؟ اینجا بگیرم استاد شو. عمل کرد عملگرا کجا برتون؟ اینجا استاد شو. قربان قرض قرقشی متاسف متعدد متعجب بگیرم برتون بریک تیت بریک مشمول مشورت زیاد است. با قرآن لغات عربی رو بگیرم. پارسی لاړو دلم سرتون سوخت. خیر گپ نیست، سر بچه فیلمی گپ